با عرض سلام و درود، ادب و احترام به همه شما همراهان بین‌نهایت عزیز و بسیار ارجمند. ما در نوار امروزه خواستیم که چند سخنی بسیار حکیمانه و چند سخنی بسیار موتیواسیونی یا انگیزشی را گلچین کرده پیش شما عزیزان گردانیم و در آخر به شما یک سوال داریم. پیروز شدن واقعی مثبت ماندن در شرایطی بد است. هر روز یک شانسی بزرگ است، در حالی که بیشتری مردم هنوزم میگویند یک بد شانس هستند. مهم نیست چقدر آهسته پیش میروی، چون همین که به پیش حرکت میکنی از بیشتری مردمی که هیچ حرکتی نمیکنند بهتر هستی. کاری که بیشترین ترس را از آن داری دقیقاً کاری است که باید همین حالا انجامش دهی. فقط وقت استراحت کن که به هدفت رسیده باشی. 4-5 جمع می شود 9، 3 جمع 6 هم می شود 9. اگر یک روش کار نکرد نگران نباش، چون برای انجام یک کار فقط یک راه حل وجود ندارد. تغییر خودی تو هستی. آدم‌های کوچک برای تغییر کردن اطرافشان داد میزنند، اما آدم‌های بزرگ خودشان دست به تغییر دادن میشوند. انتخاب‌های آسان و یا راحت زندگی سختی به دنبال خواهد داشت. راه سخت را انتخاب کن و زندگی راحت برای خود آماده کن. تنها محدودیت فقط خودت هستی. این را روز 100 بار به خودت بگو. صبر داشته باش. نتیجه ها در طول زمان پدید می آیند. هیچ موفقیت و ثروت به هم مانندی ندارند. بیشتر ترس مردم از مرگ به خاطر خود مرگ نیست، بلکه به خاطر زندگی نکردن است. تو از آنها نباش. وقتی کسی نبود دستت را بگیرد، دستت را به جیبت بگذار و به پیش حرکت کن. اگر میخوای روزهای سخت را بگذرانی باید از این روزها سخت‌تر باشی. هوشمندانه کار کن، خوب کار کن، سخت زحمت بکش تا جایی که موفقیت‌هایت به جای خودت برایت حرف بزنند. با نشستن و حرف زدن چیزی تغییر نمی کند و همچنین نمیتوانی همزمان 2 خرگوش رو دنبال کنی و هر دو را هم بگیری. فقط روی یک چیز تمرکز کن. آرامش بعد از طوفان پاداش استقامتی بزرگ را دارد. هیچ وقت از کسانی که به تو حسد میبرند متنفر نباش، بلکه برایشان احترام بگذار، چون اینها همانهایی هستند که فکر میکنند تو از آنها بهتری. از این که طور زندگی کنی که اکثریت درکش نمیکنند نترس. مشکل اینجاست که فکر میکنیم همیشه وقت و فرصت داریم تا وقتی که واقعاً دیگران را نداریم. زندگی واقعیت از جای شروع می شود که بیرون از منطقه امن قدم برمیداری. اگر هدفهای بزرگی داری باید صبر زیادی هم داشته باشی. حاصل سالی 1 سال است، اما برای میوه گرفتن از یک درخت چندین سال ضرور است. دنبال پول و ثروت و همسری خوب و زندگی شاد نباش. بهترین نسخه خودت شو و اینها خودشان از راه میرسند. اگر هنوز خیلی زحمت کشیدی و نتیجه نگرفتی فراموش نکن. میوه یک درخت آخرین چیز است که روی درخت رشد میکند. آرام همه چیز درست می شود. هدف رو پیدا میکنی، به دستش میبری و خیلی زود آن روز میرسد که به گذشته نگاه بکنی و بگویی همه سخت کوشی هایم ثمر داد. کوچکترین عملی که انجام میدی از 1000 ساعت حرف زدن و 10,000 ساعتی خیال بافی بهتر است. سفری هزاران کیلومتری فراموش نکن، فقط با یک قدم کوچک شروع می شود. هر وقت تنبلی کنی از خودت بپرس اگر حالو نه پس کی، اگر من نه پس کی. فقط 10% از حال خوب ما به شرایط بیرون بستگی دارند، اما 90% دیگرش به این بستگی دارند که چطور شرایط را تفسیر میکنیم. یک شعر هرگز برای شکار خیال بافی نمی کند، فقط بلند می شود و انجامش می دهد. برایم مهم نیست چقدر سخت است، حتما به دستش میارم. میدانی فرموله واقعی موفقیت چیست؟ 1% شانس، 1% استعداد و 98% هرگز تسلیم نشدن.
مردم هر کاری را هم که انجام دهی تو را قضاوت میکنند. پس کاری را بکن که واقعا برایت مهم است. این جمله را هر روز به خودت بگو. ارزش من هیچ ارتباطی با نظر دیگران ندارد. تنها وقت موفق میشوی که موفقیت به اندازه نفس کشیدن برایت مهم باشد. مشکلاتت فقط به دست خودت حل می شود. هرگز مشکلاتت را به دیگران نگو، چون 80% مردم هیچ اهمیتی نمی دهند و 20% دیگرشان هم خوشحال می شوند که مشکلی داری. پیروز همان مغلوب شده است که یک بار دیگر تلاش می کند، اما ما باختنهایش را هرگز نمی بینیم. در آخر این نوار به شما یک سوال داریم که کدام از این سخنان به شما پسند آمد؟ لطفاً در کامنتار نویسید و این نوارهای ما را برای دستگیری لایک گذارید و دیگر دوستانتان را هم آگاه کنید که از چنین برنامه ها بی نصیب نمانند. موفق، پیروز و سریحال بمانید.